و در کناری هم باشند وگرنه این رژیم خودکامه رحمان دست از ظلم و ستم بر نمی‌دارد. این بار اول نیست که رژیم رحمان با این منطقه لشکرکشی میکند و خون بیگناهان را میریزاند، ولی امروز باید کاری کرد که برای رژیم درسی عبرت شود و از لشکرکشی و کشیدن سلاح بر روی مردم این منطقه و مناطق دیگری کشور دست کشد. در آخر ما حمایت خود را از طلبات مردم بدخشان از حکومت اعلان می‌نماییم و بار دیگر تاکید میکنیم که ما در کنار مردم شریف و جسور بدخشان در این روزهای دشوار قرار داریم. تظاهرگران تاجیک در وین سلامت باشید برادر خالد جان. حالا برادر ویسعی هم میخواهد یک نمید کند. حالا برادر ویسعی میخواهم که این جمعیت فکر و نظر خود را بگوید. تا جای ما معلومات داریم علاقه در رسانه‌ها معلومات به ما رسید و چاپ شد که در غروب تیرپرانی است، یعنی علیه مردم باز هم یاروغ برداشتن و به سوی مردم تیر باز دارند. مردم عزیز کشور این ببینید که من نمیدونم دیگر چی باید سبب شود که ما و شما دیگر بیدار شویم. ملت امروز کشته، ملت نابود کرده است. ما و شما نمیدونم گشتیم در فکر چون چیز. من باور کنید احساسات مرا عبور کرده است. من دیگر نمیدونم چی حرف بزنم، چی بگم که چی سبب شود که ما و شما بخزیم دیگر قیام کنیم، دیگر پهلوی یکدیگر باشیم، دیگر صدامون بلند کنیم، دیگر از چیزی نترسیم. چیزی که بود از ما گرفتن، وطن بود، وطن گرفتن، یک اولاد خودکامه وطن از ما گرفت. کسی که بگه ما وطن دارم روش سیاه میکنه. یگم تای ما وطن نداریم. وطن اون وقت میشه وقتی که در اوجا آزادانه فعالیت میکنی، آزاد میگردی، آزاد تجارت میکنی، آزاد زندگی میکنی، آرام زندگی میکنی. ولی وقتی که در وطن همیشه بالا ظلم است، میکشند، میزنند، میپرانند، دیگر او را نمیشه وطن گفت. او را دیگر باید امامالیستان بگیم، نمیدونم تاریکستان بگیم، ولی دیگر وطن گفتن عیب است. چون که ما وطن علاقه دست دادیم و هنوز دیر نیست که ما بخزیم پهلو یکدیگر استاد شویم و از یکدیگر دفاع کنیم. بله، در آینده تظاهرات می شود. این شنبه شد با انشاءالله هفته دیگر روزهای کاری با یک اعتراض دیگر می شود، در چی در افریقا، چی در گرمانیا، چی در دیگر گوشه کنار دنیا. و من خواهش میکنم دیگر یکدیگر را جدا نکنیم. پیغام به همه همون نفرایی که ما این روز میبینیم که بعضا نفرها گروه ها یکدیگر را جدا کرده هستند. جدا نکنه مردم. ما مردم متحد شود. سلاح ما و شما متحدی ما است و سلاح حکومت پراکندگی ما و شما بود. برای همین بیاین متحد شویم. بس از دیگر یکدیگر را به این تهمت، به این سنگ باران کرده و از یکدیگر کنار جسته. باید دیگر متحد شد، باید دیگر خست و از یکدیگر دفاع کرد. من خواهش میکنم در کجایی که میبینیم میتینگ میشوه اجازت نپرسیم، برین پهلوشون بستین. در کجایی که میبینیم امریکا است، گرمانیا است، افریقا است، روسیه است، دوشنبه است. امروز در دوشنبه هم دیدم که بچه‌ها بچه‌ها برآمدن. چی را انتظاره؟ با ما میپرسن که کی انقلاب؟ چی باید سبب شوه؟ این مرحمت برو در پهلوی برادرت بس. همه را کشته نمیتونن، همه را زده زندانی کرده نمیتونن. تا کی میترسین؟ من با پیغام دارم به امروز نامنگارا، با زیایی‌ها، با فلان بسمدانی که امروز نام و نسب عنوان با آنها داده شده است. ای مردم شما را گوش کرده استید. پهلوی مردم بسین که باور کنید فردا مردم شما را خیانتگر نام میبرن. خیانت نکنین به مردم، بخزین پهلوی مردم بستین، از مردم دفاع کنین، صدای مردم هم به دنیا برسانین، نترسین. مردم هم به تاریکی وارد نکنین، فرزندان را من نکنین که از حقوق و از آیندهشون دفاع کنن. ما لکه یک نسل گذشت رفت، اینا یک نسل دیگه پیدا شد جدید. 30 ساله هستیم، در همین ظلم کلان شدیم، بزرگ شدیم و ما دیگر اون سالهای 90 و 92 را دیگه سفسطه را ما نکنیم.
ما آینده فرزندامون میخوایم، ما آیندهمون فکر داریم و ما میدونیم که همین رفتن بگیره امروز آمدن اون برادر کشتن در خونش، فردا میایم برادر ما را میکشن. الکی یک برادر ما را نابود کردن. کسی که در این تظاهرات حضور داره والله قسم یک برادرش، یک شوهرش، یک نمیدونم یا رفیقش یا در زندان هسته یا تگی خاک است. والله قسم پرسین این مردم ما چی گناه کردیم؟ گناه ما همی بود که از ملت دفاع کردیم، از حق حقوق من دفاع کردیم و توبکه شما ما را میکشین. دیدستین که یک تومانا کشتین 1000 تا پس من برآمده است. فایدهش پس چی؟ یا کنار بیستین یا مونه مردم آیندهش بسازه. دیگر راه نیست و ما باز دعوت میکنیم از مردم دیگر بس از کنار استادن، بس از دیگر چشم پوشیدن، بخزیم پلو یک دیگر استاد شویم، از یک دیگر دفاع کنیم، متحد شویم، توبکه بگیم، توبکه حرف بزنیم، درمان پش برود. چی باید سبب شود؟ السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید برادر عزیز. واقعا هم درست گفتن، هر وقتی که قرار است تظاهرات انجام شود میتواند وظیفه خود را همچنین یک تاجیکی برومند برود در همون تظاهرات ها شرکت کند. قرار است در آلمان برگزار شود، در دیگر کشورها برگزار شود، در روسیه در هر کجای برگزار می شود. خواهش میکنیم که برادران بی‌طرف نباشید، شرکت کنید و فکر و نظرهای خود را بگویید. شرکت شما این باعث می‌شود که یک چیز دیگر که برادر ویسنی گفتن خیلی خوب گفتن که مسئله آینده اگر ما همین رژیم بماند در ما در فرزندای ما اصلا آینده وجود نخواهد داشت. آینده ملت امروز در دست ما و شما است. ما و شما باید در برابر این رژیم بیستیم، این رژیم را نگوییم بس و اون وقت این رژیم را که یک حکومتی بهتر بیاد میتوانیم که برای فرزندان آینده خوبی. در 30 سال تا حال مسئله یک برق را حل نکرده. این قدر لشکرکشی به خیاب، به غرب، به کواب، نمیدونم به همه جا این چندین بار است که لشکرکشی میکنند به بدخشان. توکای ما خاموش میستیم، توکای ما میگن که سر همون مسئله تاجیکی که میگویم که سر خم را شمشیر نمیبرد. این واقعا نیست. ما باید گرم نباشیم، خاموش نباشیم و همون برای فرزندامون اگر آینده میخواهیم باید قیام کنیم، باید واقعا فکر و نظرهای خود را بگیم در برابر ظلم خاموش نیستیم. حالا من برادر اگر امکان باشد من یک باره همین پلاکت‌هایی که برادران با دستای خود داشتن اینا رو ببینیم. غیر یک دو پلاکت دیگر در اینجا به خاطری به خاطری که پندمی است این دیگر کار نمی‌کردن اون اعتراف، برای همین در اینجا با دست انجام دادیم. این عکس پیشینه است دیکتاتور رحمان، یعنی این مادرای مهربان ما امروز صف ما را رو کردند. رحمان در اینجا هست که ممنوع گذاشته شده است که دیگر مردم یعنی نمیخواهیم شما رو به سر برند. این آمده است بدخشان ما با شماییم، واقعا ما با شماییم. مردم بدخشان هیچگاه فکر نکنید که شما تنهایید. اینجا آمده است که رحمان stop killing و زبان انگلیسی به معنی که رحمان کشتن را بس کنید، بس خونی بیشتری ملت ریزاندن بس، دیگر نکشید، نه در هیچ جا، نه در بدخشان، نه در دیگر جا بس کنید کشتن مردم را خون خوردن. این یک دیگر هست رحمان از بدخشان دست بردار. واقعا هم رحمان یعنی اگر نگاه کنیم نسبت بدخشان یک علاقه دشمنانه دارد، همیشه اونجا لشکرکشی میکند اونجا، ولی رحمان بدان از بدخشان دست بردار وگرنه عواقب خوبی نخواهد داشت. اینجا آمده است که no more blood in بدخشان، یعنی به انگلیسی که
خونی بیشتر نمیخوریم در بدخشان بیشتر نمیخوریم ولی متاسفانه خبر است که حالا می شروع شده است و خونی بیشتری متاسفانه ریخته شده شده رحمان و خانواده در خطرها. خب هموطنان گرامی حاضرش ما فکر کنم ما خاموش میشیم تا که برادرها در دیگر صحیفه پخش مستقیم دارند و ما در اونجا اشتراک میکنیم، در اونجا حرف میزنیم، پیگیری کنیم در سامانه‌های گوناگون، کانال‌های گوناگون در یوتیوب در پخش‌های زنده امروز برآمده هستند و شما میتونید پیگیری کنید و این نوارا را به دیگران برسونید. مردم به متحدی دعوت کنید، نه اینکه به جدایی. من خواهش میکنم درست درک کنید. این وقتی نیست که ما و شما جدا باشیم یا ما و شما کروپکشی کنیم. این خیلی نمیشه آجرو. اگر که ما این شبانه روز متحد نشویم باور کنید حالمون بد هست. باز هم تشکر به تمام حضورین. باز در تماس هستیم و ما اعتراض ادامه میتیم в режиме офлайн. السلام علیکم و رحمت الله.